حتی. بله. بعد یک کسی همراه من بود که فامیلیش کشانی بود. گفتم آقای کشانی. گفت این کشان کجاست که شما به او منسوبی؟ گفت یه جایی بین مثلا همدان و تویسرکان، یه جایی از اونجا. گفت این کشان، کاشان، یاقوت حموی در معجم البلدان میفرماید که قزوین کشوین بوده. بله. نامش در گذشته کشوین بوده، مثلا معرب شده قزوین فرض فرمایید. بله. حالا بعضی یه نام دیگری هم داره مینودر که کتابی هم به همین مناسبت نوشته شده، آقای دکتر عزیزی به من هدیه دادن که دری از بهشته. یه دوستی داشتیم باز اونم اهل علموت گفت القزوینو باب من الباب الجنه. بله. به این دلیل گفتن مینودر. گفتش که قوم کش که در منطقه نخشب و چغانیان و کش